مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 1 اپریل سال 2024 از بازداشت یک جوانزن ساکن شهر وحدت با اتهام دست داشتن در دست کم 2 دزدی از خانه ساکنان در پایتخت خبر داد. این دزدی‌ها در دوام ماه مارس از جمله یکیش در روزهای اول ماه رمضان صورت گرفت. حجم ضرر به صاحبخانه‌ها رسیده در عموم 38000 سومانی یا بیش از $3400 را تشکیل می‌دهد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، زن 36 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. خود دستگیر شده و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی در گزارش وزارت کارهای داخلی 2 مورد دزدی این جوانزن چنین تصویر شده است. گمان برشونده 4 مارس سال 2024 روزانه با راه پنهانی وارد منزل استقامتی مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه شده، از آنجا محصولات روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 35000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین گمان برشونده با همین راه 12 مارس سال 2024 روزانه وارد منزل استقامتی مرد 38 ساله ساکن پایتخت شده، از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه هواوی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 3000 سومانی را تشکیل می‌دهد. تفصیلات دیگری پرونده دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این حادثه‌ها ادامه دارد. دزدی جنایت اعظم رایج در تاجیکستان به شمار می‌رود. از 21319 جنایت سال 2023 در این جمهوری ثبت شده، 4241 جنایتش یعنی هر جنایت پنجم دزدی بوده است. ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای دزدی وابسته به حالت‌های چنین جنایت و عاقبت‌هایش از 2 تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند. اما با جرم دزدی در تاجیکستان اکثرا مردان به دست می‌افتند. دست به دزدی زدن زنان و دختران در تاجیکستان حادثه نادر است، چون که در جامعه دزدی کردن زن یک عمل ننگین به شما رفته، او و خانواده‌اش را دچار شرمساری و بدنامی می‌کند.